سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. ما در نوار امروز تصمیم گرفتیم که پیرامون بخش از موضوعهای بسیار مهم را برای موفق شدن پیشکش شما عزیزان گردانیم. گفتارهای این کورس خیلی فشرده و با کارهای عملی به شما یک فرمولی قدم به قدم را یاد می‌دهد تا بتوانید ثروتمند شوید. صرف نظر از آن که نقطه آغاز از کجا باشد، شما یاد خواهید گرفت چگونه هدفها را مشخص کنید، طرحهای ضروری را بریزید و از سرمایه درونی خود به مراتب استفاده کنید تا واقعاً به آنچه در زندگی خواستار آن هستید دست یابید. این پیشنهادها و استراتژی‌های عملی و ثابت شده به شما نشان خواهند داد که چگونه با سرعتی بیشتری تصور به طرف دروازه خوشبختی حرکت کنید. گفتارها و مثالهای این کورس از نویسندگان موفق دنیا از جمله براین تریسی، ناپلیون هیل، انتونی رابینز، ریچارد برانسون و همچنین مثالها از ادبیات عالم شمول ما از بزرگانمان آماده گردیده در 21 گفتار، یعنی 21 راز موفقیت را به شما یاد می‌دهند. ما باوری کامل داریم که از این کورس شما چیزهای زیادی را برای خود می‌گیرید و در رشد شما سهمی کلانی خواهند گذاشت. به همین خاطر خواهش ما از شما این است که هنگام دیدن این نوارها و نوارهای بعدی ما حتما دفتر را به همراه خود بگیرید تا مشق‌های عملی را ما یک جایه اجرا کنیم. براین تریسی کتاب دارد با نام 21 راز موفقیت ثروتمندان و یا ثروتمندان خودساخته و در این کتاب او اشاره میکند که این کتاب حاصل 15 سال پژوهش، آموزش و تجربه شخصی بر روی موضوع ثروتمندهای خودساخته تألیف شده است. این گفتارها شامل پیشنهادهای کلیدی و استراتژی‌هایی است که در طی شنیدن، خواندن و دیدن صدها کتاب و هزاران مقاله در آن گردآوری شده است تا اینکه این پیشنهاد و استراتژی ها در قالب های ساده، آزموده شده، ثابت شده و قابل دسترس هستند، به گونه‌ای که می توانید آنها را یاد بگیرید و فوراً به کار بندید. نقطه مهم عزیزان این است که برای موفق بودن یا موفق شدن در زندگی باید شخصی خاص و یا مخصوص باشد. شما باید رفتارها، کیفیتها و انتظام داشته باشد که افراد میانه از آن بی‌نصیب هستند. مهمترین کار در کسب موفقیت و یا موفقیت پولی این تنها مبلغ نیست، بلکه نوع شخصیتی است که باید داشته باشد تا هم پول در بیاورید و هم بتوانید آنها را حفظ کنید. این 21 راز موفقیت کلیدهای موفقیت در هر مرحله و سطح زندگی شما هستند و خبری خوب برای شما داریم و آن این است که این اصولها آنقدر قوی هستند که می توانید آنها را برای هر چیزی که واقعا می خواهید به کار ببرید بسیار به مورد و ضروری هستند. خوب به نظر می رسد که صدها سال است که بارها و بارها این اصول هایی که ما برای شما پیشنهاد میکنیم آزموده شدن و به قول معروف خورشید زیر ابر نمیماند. خوب میدانیم وقتی که این کورس ها را گوش میکنید یکی از هدف های بزرگی زندگیتان این است که شخصی فوق العاده باشید و هرچی بیشتر توانید
از اقتداری و یا پتانسیلی واقعی خود استفاده کنید، هر کدام از این رازهای موفقیت به شما کمک خواهند کرد که هر چیز زودتر به طرف زندگی رؤیایی و مورد نظری خود که برای شما امکان پذیر و دستیافتنی هستند حرکت کنید. امیدوارم از این سفر لذت ببرید. برای همه شما عزیزان سفری خوش و زیبای را آرزومندیم و نخستین راز، یعنی یکم رازی موفقیت که نباید ما فراموش کنیم، این آرزوهای بزرگ در سر پرورانیدن است. یعنی این بخش ما آرزوهای بزرگ در سر پرورانیدن نام دارد و حتما این سرلفه را برای خود قید کنید. و مارکوس اریلوس میگوید آرزوهای بزرگ در سر بپرورانید. تنها آرزوهای بزرگ هستند که قدرت برانگیختن روان انسانها را دارند. نخستین راز موفقیت سرمندهای خودساخته عزیزان خیلی ساده است. آرزوهای بزرگ در سر پرورانید. به خودتان اجازه دهید که آرزوهای خوب داشته باشید. به خودتان این اجازت را بدهید که درباره نوعی زندگی که خیلی دوست می‌دارید رؤیایی فکر کنید. به خیال بافی نکنید. درباره مقدار پولی که دوست می‌دارید به دست آورید و در حساب بانکی پولی را که می‌خواهید داشته باشید آن را فکر کنید. و همه مردان و زنان بزرگ با آرزوهای شگفت انگیز شروع کردند که با آرزوهای حاضره آنهاست. به قبل یک خواننده شما باید آرزوی داشته باشید تا بتوانید آن را عملی گردانید. این موضوع برای شما و برای هر کسی دیگر تعلق دارد. فرض کنید که به شما بگویند که شما آزاد هستید و محدودیتی ندارد که در زندگی خود هر کاری را انجام دهید. هر شغل داشته باشید و یا هر چیزی داشته باشید، برای لحظه فکر کنید که تمام وقت، تمام پول، تمام آموزش، تمام تجربه و حتی تمام دوستان، همه تماسهای تلفنی، درآمد و برآمد و هر چیز دیگری که برای رسیدن به آنچه که در زندگی می‌خواهید در اختیار داشته باشید، اگر توانایی و پتانسیل شما کاملا نامحدود باشد، چه نوعی زندگی می‌خواهید برای خودتان و خانواده‌تان مهیا کنید. این بسیار مهم است و سعی کنید همیشه فکر کردن از آینده به این طرف را مشق کنید. این روش کار بسیار تاثیرناک است که دائما توسط زنان و مردان موفق انجام می شود. این روش فکر کردن تأثیری حیرت آور فکر شما و رفتار شما را دارد. حالا این روش در اینجا چگونه عمل می کند؟ خودتان را به 5 سال آینده ببرید. فرض کنید که 5 سال گذشته است و زندگی شما از همه جهت کامل است. حالا زندگی شما چگونه به نظر می رسد؟ چه کار باید بکنید؟ کجا کار می کنید؟ چقدر پول در می آورید؟ حساب بانکی شما چقدر پول دارد؟ سبک زندگی شما چگونه است؟ برای آینده طولانی دورنمای برای زندگی خود ایجاد کنید. هر چقدر این دورنمای شما در رابطه با شادابی، تندرستی و روشنی واضح تر شود، سرعت شما به طرف آن بیشتر خواهد بود و آن نیز در طرف شما زودتر خواهد حرکت کرد. از آنچه که در زندگی آرزو دارید ایجاد میکنید، رفتار شما مثبت‌تر و رغبت شما بیشتر و خود نیز قانع‌تر خواهد بود تا آن آرزو را به واقعیت تبدیل کنید.
شما باید قوه توانایی خود را به کار بندید و از پیشنهادهای گوناگون استفاده کنید تا اینکه توانید آرزوهایتان را به واقعیت نزدیک نمایید. شما همیشه مایلید برای آرزوهای بزرگ تصورات و بینش‌های خود همراه کنید. اگر به خودتان اجازه دهید که آرزوهای بزرگ در سر پرورانید، عملاً به خود بیشتر احترام گذاشتید و باعث شدید که خودتان را بیشتر دوست دارید و بیشتر به خودتان توجه کنید. این عمل خودباوری و سطح اعتماد به نفس شما را به گونه قابل توجه افزایش می دهد و باعث می شود قدر خود را بیشتر بدانید و شاداب باشید. اگر آرزوهای بزرگ داشته باشید، انگیزه خواهید داشت که بهتر از پیش فعالیت کنید. در اینجا سوالی مهمی برای شما عزیزان داریم که آن را باید بارها از خود بپرسید نه و به آن جواب بدهید. اگر بدانم شکست نمیخورم، جرأت داشتن چی آرزوی را خواهم داشت؟ تکرار میکنم، اگر بدانم شکست نمیخورم، جرأتی داشتن چی آرزوی را خواهم داشت؟ اگر موفقیت شما در هر هدف از زندگی، چی کوچک باشد یا چی بزرگ، چی کوتاه مدت باشد یا دراز مدت، ولی کاملا تنظیم شده باشد، آن هدف چی میتواند باشد؟ اگر بدانید نمیتواند شکست بخورید، هدف بزرگ شما در زندگی چیست؟ هدفتان هر چی هست آن را روی کاغذ بنویسید و فکر کنید که حالا به هدفی که قبلا داشتید دست پیدا کردید. آنگاه به عقب برگردید تا به امروز برسید. چی کارهای انجام دادید تا به حدی که میخواستید برسید و چی مرحله های را طی کردید؟ چی تأثیرات در زندگی خود دادید؟ انجام چی کارهای را برتری دادید و از انجام چی کارهای صرف نظر کردید؟ و چی کسی شما را همراهی میکرد؟ از همراهی با چی کسی خودداری کردید؟ اگر زندگی شما از هر جهت کامل باشد، به چه نوعی زندگی مانند است؟ چه کاری گوناگون باید انجام بدهید تا به زندگی مورد نظر خود دست یابید؟ همین امروز اولین قدم را بردارید. آرزوهای بزرگ داشتن نقطه آغاز رسیدن به هدف استقلال مالی است. مشکلی در این است که بعضی از مردم هرگز نمی توانند به موفقیت مالی دست پیدا کنند. این است که آنها فکر میکنند هرگز نمی توانند به آرزوهای خود دست بیابند و بنابراین هیچ کسی را و هیچ کاری را انجام نمی دهند. در نتیجه آنها هرگز تلاش نمی کنند و هرگز شروع به حرکت و طرف هدف خود نمی نمایند. آنها در دایره مالی زندگی خود دور خود می چرخند. به هر چی که به دست آورده اند خرج می کنند، ولی وقت شما در رابطه با موفقیت مالی آرزوهای بزرگ در سر داشته باشید، شروع به تغییر بینش و روش زندگی خود خواهید کرد. شما کارهای گوناگونی را آهسته آهسته و قدم به قدم انجام خواهید داد تا برای کامل شدن زندگی شما به طرف زندگی بهتر تغییر کند. آرزوهای بزرگ در سر پرورانیدن نقطه آغاز موفقیت مالی و ثروتمندی
خودساخته شدن است. در این بخش عزیزان، یعنی رازی ثروتمند شده ای ما، یک تمرین عملی هست که آن را پیشکشتان میکنیم که این مشق عملی براین تریسی است که میگوید در یک لیست، یعنی در یک ورق بگیرید، از هر آنچه که میخواهید در آینده انجام دهید نویسید. با این ترتیب که موفقیت شما کاملا تأمین شده باشد، آنگاه تصمیم به انجام کارهای مهمی که باید اول انجام دهید آغاز کنید. یعنی شما چی کار را انجام دادن میخواهید نویسید. خب عزیزان، ما اینجا رسیدیم به پایان کورس یکم. یعنی در اینجا موضوع اول به پایان رسید. ما در برنامه‌های دیگر کورس دوم را، پیرامون ثروتمند شدن، حتما پیشکش شما عزیزان میگردانیم. اگر این نوار به شما پسند افتاده باشد، لایک و کامنت را فراموش نکنید و هر سوال راجع به این موضوع داشته باشید نویسید و ما حتما به شما پاسخ میدهیم. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید، بخوانید و نهایت ثروتمند، موفق و پیروز باشید. تا برنامه دیگر، خودتان را احتیاط کنید.